استاد یعنی شما میگن که کسایی که در رکاب طواغیت میجنگن و در مقابل مسلمان علیه اسلام، در مقابل کفار، حتی با کفار قدم به قدم میجنگن، اینا کافر نیستن؟ من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ولی این که برایتان میگم که یک لحظه گوش کنید. من خیلی واضح و شفاف گفتم که در رکاب طاغوت جنگیدن کفره، اما این که این فرد معین کافر باشه در این حرفه. ما نمیتوانیم تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. امیدوارم که فرق این دوتا را متوجه شده باشیم. من متوجه شدم استاد. حالا ما یکی عسکر طاغوت بشونیم، براش تعیین تکلیف بکنیم، براش بگوییم، حجت براش بطلبیم، بعد از او اگر قبول کرد تو کافر بگوییم، اگر نکرد نکنیم. درست؟ منظورتان همیه؟ منظور من اینه که تا زمان اتمام حجت نشه حق نداریم اون رو تکفیر کنیم. خدای نخواسته بین تکفیر معین بکنیم، تکفیر مشخص بکنیم. اصلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. حتی این که واقعا ثابت بشه وظیفه من نیست، وظیفه شما نیست، وظیفه یک فرد عادی نیست. خب یک نفر مثلا مثال بردم، یک نفر در گردوی کشور غیر اسلامی کار میکنه، چی است؟ نه عسکر از در کشور. وظیفه عسکر چی است؟ برام کس بگو وظیفه عسکر چی است؟ ما شما وقتی که میخوایم یک مسئله را مثلا ما بفهم که همین عسکری کردن در یک نظام غیر اسلامی جواز داره نداره، اولی همین عسکری رو باید تعریف کنیم. وظیفه چی است اصلا؟ منصب از چی است؟ دفاع از نظام. دفاع؟ خب نظام چی است؟ نظام غیر شرعی است. عالمی عسکر که است در این نظام غیر شرعی، در عقیده به می است که میگه که با طاغوت باید جنگ باید صورت بگیره. عقیدهش به میست، عقیدهش به میست که طاغوت کافر است، با طاغوت باید جنگ صورت بگیره. در قلب خود با طاغوت دشمنی داره، در قلب خود با طاغوت متوجه باید، اظهار عداوت هم باش میکنه در مجالس که میشینه، بر طاغوت میگه کافر است، فی است، فی است، اظهار هم برش میکنه. خوب متوجه باشه، برش کافر هم میگه. خب اجتناب نمیکنه فعلی، فعلش با کافر است، با طاغوت نظامش میجنگه علیه مسلمانان. چی شدی؟ این مسلمان من دیگه کافر. ما متوجه برادرها به این باشین کسایی که از علما یک قسم فتوا را صادر میکنه که مردم کافر نیست، نظام اینا را از دستاشون بگیرن، از منصب پایینش کنیم. من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. پس امروز کسایی که برنامه علمای سو یا مردم جاهل که از دین مطلقاً آگاه نیستن، از خاطر کسایی که از دین آگاه نباشن نباید در دین فتوا بدن. یک نفر نانوایی نیست، چرا بر نانوایی میکنه؟ سوال اینجا پیدا میشه. مثلا بگونی مثلا یک سوال براتون میگم، شما پیش یک نان پخته کردن که یک چیز عادی است. پیش یک نانوایی میرن یک طرف نان تان خراب پخته کرد، دیگه روز پخته کرد، 3 روز میگیدن بسیار تندور مونده، شو برادر میگی چیا چسبونده؟ کی وظیفه تو روز هر روز برات نان میارم، گایز میچک کنی، گایز راست، گایز چپ، گای دوزیش میکنی، گای خمیر مرکم میکنی. مردم قره جمعش میکنه چگاه نانوایی میارن. خب حالا سوال پیدا میشه که این مردم قره چرا این مولا رو پس نمیکنه از اینجا؟ نان خودتان پخته کرده میدانی؟ به خاطر که پیش مردم دین قیمت نداره، اما نان ارزش داره. آرد که 2 روپیه زیاد میشه، کم میشه، به کل پاکستان هرتال میشه. لال مسجد بیرانش کس هرتال هم نکرد. به خاطر اینجا مشکل نیست، وجود نداره مشکل. دین اهمیت خود دست داده. من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ببینید دین مسخره ساختن، از این خاطر ما بیاستیم که با اینا کل ترک شوی، حتی تلویزیونش، قنوات به نام اسلامی غیر اسلامی کل سر تلیپا بکشین اینا. اینا حرکت خسیسازی است، متوجه باشین، مردم خسی جور میکنن. اینا حرکت تخنیس است در کشورهای اسلامی. اینو خوب متوجه باشین. امروز طغات کشورهای اسلامی که زیر از ما میخوان و کل خیانت را که ما مواجه هستیم با می هستیم. من نمیتوانم به صورت مطلق بگم که اینها کافر هستند. ببینید یکی از مشایخ خیلی ما برابیش میخوانه، میره خوب متوجه باشین، بعضی که ما شما خواندم میگه فالله الله یا اخوانی، فالله الله شما را به الله عز و جل میگه برادرانم، تمسکوا به اصل دینکم، با اصل دینتان چنگ بزنین، و اوله و آخره، و اول و آخرش، و اسه و رأسه، تحداد و سرش، یعنی با اصل دینتان چنگ بزنین، با همه دینتان چنگ بزنین. چی است؟ شهادت الله اله الا الله، گواهی بتی که لا اله الا الله.
واعرفوا معناها واحبوها. إلى دوست واعرفوا معناها، معناها إذا بدارك کنید قال الله معنی چی داره. واحبوها، إلى دوست داشته باشین این کلمه را. احبوا اهلها، اهل لا اله الا الله را دوست داشته باشین. واجعلوهم اخوانكم، و اینا را برادرای خود بگردانید. ولو كانوا بعيدين، اگر هر قدر از شما دور باشن. واکفروا بالطواغیت، به طاغوت ها همگی کافر شوین. هر چی که طاغوت باشه، جماد و حجر و مثلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. و اعدوهم، با اونا دشمنی کنین. و ابغضوهم، با اونا اظهار دشمنی کنین، اظهار بغض کنین با اونا. و ابغضوا، و همچنان شما اظهار بغض کنین با کسایی که من احبهم، کسانی که طواغیت دوست دارن. او جادل عنهم، یا کسایی که از این دفاع میکنن. او لم یکفرهم، یا کسایی که را تکفیر نمیکنن. ما نمیتوانیم تکفیر معین بکنیم. اونا را دوست نداشته باشین. او قال یا اترکو، بگویا که ما علی منهم، او میگه با ما چی؟ یا ای بگویا که ما کلفنی الله بهم، مرا میگه الله مکلف نساخته که من کافر بگویم با اینا دشمنی کنم. بس کسی هست نی؟ مثلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. غیرم الله میگه من چی الان ما کاری دشمنی کنیم میکنم. با بدر میگه آله قرن 21 هستیم، چی مشکلاتی با ما میگه جور میگه. یک نماز روزه است، میگه اسلام کلمی است. خب ببین اگر کسی گفت میزنه که من الله مکلف نساخته که ما با دشمنی کنم، با کافر دشمنی کنم، با طاغوت دشمنی کنم. ببین شیخ چی میگه؟ فقط کذب علی الله و افترا. مثلا وظیفه ما تکفیر نیست، این رو خوب بفهمید. این میگه به الله دروغ میگه بسته کرده و تهمت کرده. فقط کلفه الله بهم، میگه الله را مکلف ساخته که میگه کارو باید کنه. و افترض علیه الکفر بهم، کفر بالایش فرض کرده که به اینا کافر شوه. و البراءة منهم، از اینا بیزاری بجویه. ولو كانوا اخوانهم و اولادهم، اگر برادرایش و اولادایش هم باشه. فالله الله، پس بخاطر الله عز وجل تمسكوا بذلك، شما به چنگ بزنین. لعلكم تلقون ربكم، شاید شما الله را ملاقی شوین در حالی که لا تشركون به شیئا، که دو شما با الله شریک نگرفتین. اللهم توفنا مسلمین، بار الله ہمارا مسلمان بمیران و الحقنا بالصالحین، و ما را چیکو یک جا بگردن با چی با مردم صالح چیکو یک جای ما را بگردن. پس آل مختصر به از وقتی که ما گفتیم طاغوت، یعنی به این معنی که عبادتش باطل است، از این اجتناب میکنیم، هم به فعل خود هم به قول خود اجتناب میکنیم. و سیم به است که باید دشمنی میکنیم، اظهار بغض میکنیم. و پنجم به است که تکفیرش میکنیم و حساب کافرش میکنیم. به این متوجه باشین که به این فتاوای قلابی از این مردم بازی نخورین. یک، و متوجه باشین که دین خدا، آخرت خدا بازی چی از این مردم نگردن. این کسایی که فتاوای قلابی میدهن، این کسایی که با می فتاوا تغذیه میشون و میخورن و مینوشن و در تنعم و در ترفه اینا زندگی میکنن. اینا را متوجه باشین که با آخرت تانه بازی چی از این مردم قرار ندین. بیدار شوید.